خب ادامه میدیم بخش اول دوره که چطور یادگیرنده بهتری باشیم. یادگیری رو داریم یاد میگیریم. به این میگن فراشناخت، فراتر از شناخت. حالا هرچی این که مثلا شما یه چیزی رو میخوای یاد بگیری، حالا این که چطور یاد بگیری رو داری یاد میگیری، به این میگیم فراشناخت. یکم توضیح سخته، نیازی هم نیست، اصلا ولش کن، اصلا فراموش کن چیزی گفتم. رسیده بودیم به اینجا که خودتو با بقیه مقایسه نکن. تمام چیزایی که تو این بخش دارم میگم برای اینه که شما بتونی استفاده بهتر و بیشتری از این دوره و هر دوره آموزشی که در زندگیت میخوای ببینی ببری. این بخش اول خودش یه دوره مجزاست، مثلا ربطی به متخصص انرژی نداره. یک دوره، یک بخشی دوره، یه مینی دوره است انگار، برای اینکه ما چطور یادگیرنده بهتری باشیم. چون ما خیلی مواقع آموزش تهیه میکنیم و درست استفاده نمیکنیم از اون آموزش. میگیم مدرس مسئله داشت، آموزش مسئله داشت، در حالی که ما عملگراییمون مسئله داشت. خودمون رو با بقیه مقایسه میکردیم، مرور نمیکردیم و یادمون میرفت. ادامه میدیم. خودت با بقیه مقایسه نکن. ببین الان من مثلا مجردم، مستقلم، تنها زندگی میکنم، یکی متأهل، بچه داره، یکی با پدر مادرش زندگی میکنه. من سبک زندگی رو از زمانی که خونه پدرم بودم شروع کردم. یه مقدار مثلا کنترلم بیشتره، هر کی یه مزیت و معایبی داره. یکی میبینی مادر پدرش باهاش راه میان تو سبک زندگی، تو میگی آقا فلانی مادر پدرش باهاش راه میان، مثلا میگه من 10 شب میخوام بخوابم، میخوابه و مسئله‌ای نداره، چالشی نداره. من میخوام بخوابم، بابام سر و صدا میکنه. من خودم یادم میخواستم بخوابم، پدرم توی حال تلویزیون رو تا آخر زیاد میکرد، بهم میگفت نخواب. جدی میگم. و من گوشگیر خریده بودم از دیجی کالا و میذاشتم تو گوشم گوشگیرا رو و میخوابیدم خیلی به سختی. یعنی من آخر نتونستم خوابم رو خیلی 100% اونجا درست کنم، ولی خیلی بهتر کرده بودم، در حدی که بالاخره مثلا پدرم 1 شب میخوابید، من تونستم 11 شب بخوابم و 6 و 7 صبح پاشم. خلاصه میخوام بگم خودت با بقیه مقایسه نکن. ممکنه یک اتفاق ناعادلانه ببینیم، ممکنه بگی آقا فلانی مثلا خانواده‌اش باش راه میان، ممکنه بگی آقا من متأهلم چیکار کنم. اصلا شک نکن، هر مسئله‌ای داری میتونی حل کنی، فقط طول میکشه. فقط طول میکشه، باید صبور باشی، حال خودتو خوب نگه داری، مدیتیشن کنی، ذهن آگاه باشی و این مسیر رو ادامه بدی. تو بحث عدالت دوستان یه نکته‌ای بهتون بگم، دنبال عدالت نباش. چرا؟ ببین 4 میلیارد نفر توی جهان دوست دارن الان جای تو باشن. آقای شریف مر، ما در بدترین کشور دنیا زندگی می‌کنیم. نه، کی گفته؟ واقعیت، علم، تحقیقات چی میگه؟ کتاب فکتفولنس یا واقعیت قشنگ این قضیه رو توضیح میده. 3 میلیارد نفر در جهان آب آشامیدنی سالم ندارن. همین آبی که میری، خیلی آب خیلی ارزونی هم هست، میری از شیراب پر میکنی لیوان رو و میخوری، همینو 3 میلیارد نفر ندارن. حموم و دستشویی خیلی اوکی که تو داری، این گوشی موبایلی که خیلی راحت و ریلکس دستت داری، این آموزش باهاش میبینی، یا کامپیوتر یا لپتاپ، خیلی از افراد جهان ندارن. سطح زندگی و رفاهی که ما ایرانی ها داریم یک سطح زندگی متوسط. 4 میلیارد نفر آرزوشونه که جای تو باشن. دنبال عدالت نباشه. همونطور که خیلی آرزوشونه جای تو باشن، تو هم آرزو شاید داشته باشی که جای یه نفر دیگه باشی. اوکی؟ تو با همین شرایط فعلی که داری میتوانی رشد کنی، میتوانی پیشرفت کنی، میتونی سبک زندگی تو بهتر کنی. هر چی بگی بهونه است. بهانه چیست؟ بهانه یک حرف منطقیه که خودت و دیگران، خودت یا دیگران اون رو قبول دارین. تو هیچ پولی تو حساب نیست. این عینک 1,000,000 تومان قیمتشه. من میگم این عینک رو بخر، تو میگی من پولی تو حسابم نیست، نمیتونم بخرم. آیا حرفت منطقی است یا نه؟ بله. قبولش داری؟ بله. منم مثلا اون دیگران هستم، منم قبولش دارم. ولی اگه اسلحه بذارم رو سرت یا خانوادت، بگم اگر 1,000,000 برای خرید این به من ندی، خودت یا خانوادت رو میکشم، چی میگی؟
هر طور شده از زیر سنگم شده میری اون 1 میلیون رو جور میکنی. بهانه اینجوری با مغز ما بازی میکنه. حالا همیشه تو زندگی همچین شرایطی به وجود نمیآید که همچین مثالی که یک نفر اسلحه بذاره، ولی خیلی وقتا من مثلا خونه پدرم بودم، فکر کنم اینو گفتم، شبا نمیتونستم بخوابم، در واقع اون تلویزیون رو خیلی زیاد میکرد، به جای جنگ و دعوا رفتم گوشگیر خریدم از دیجیکالا میکردم تو گوش. همین الان گفتم دیگه. و چون الان من این قسمتی که دارم ضبط میکنم یه بار ضبط کردم، یهو دوربین پرید چیزش، تصویر پرید، دوباره دارم ضبط میکنم، الان یادم نیست دقیقاً چی گفتم. بهونه رو قبول نمیکنم. یکی از دوستان نزدیکم پیام داده بود توی دایرکت اینستاگرام که آقا من نمیتونم خوابمو فلان کنم، اینجوریه، تغذیه‌مو نمیتونم، مادر پدرم خیلی غم میخورن، فلان میخورن. بعد یه ماه الان داره رعایت میکنه. حالا من رو دید، سبک زندگیمو دید، اینستاگراممو دنبال کرد، حالا آموزش رایگان دید، هر چی، الان داره رعایت میکنه. دیگه نگفتم بهش چی شد تو که میگفتی اصلا نمیشه. بهونه است. هر بخش از زندگیت که میتونی یک قدم هر روز یا هر هفته قرار برداری. حالا من اومدم توی تکه های پازل سطح بندی کردم، یعنی این کار رو قراره بکنم، بگم مثلا توی خواب سطح 1 تو باید اینو درست کنی، اینو که تونستی درست کنی برو سطح 2، برو سطح 3. تو فقط کافی هر روز یا هر هفته یک قدم بهتر شی با همین شرایطی که داری. تا هر جایی که فکر میکنی میتونی یا از دستت برمیاد، فقط هی باید هر هفته بهتر و بهتر و بهتر شی تا برسی به یک سبک زندگی شخصی و درست خودت. خودتو با بقیه مقایسه نکن. یه نکته که گفتم، اینو دیگه مطمئنم گفتم، ابینگهاوس، مرور نکنی 80% مطالب یادت میره. همین بخش اول رو تو باید یک بار فردا مرور کنی مثلا، یا جزوهش کامل بنویسی، بعد مثلا هفته دیگه دوباره مرورش کنی، یا مثلا یه ماه دیگه دوباره مرورش کنی. دوره رو باید حداقل 3 بار ببینی. مرور نکنی 80% مطالب یادت میره. واقعیته، مغز ما اینجوری کار میکنه. تازه اگر با قلم و کاغذ و خیلی با دقت نشسته باشی پای آموزش، باز اون موقع منظورم اینه که باید 3 بار مرور کنی. اگه بدون دقت و همینجوری لم دادی داری آموزش میبینی و اصلا مهم نیست برات، تو اصلا کلا یک بار با دقت که باید ببینی، بعد اون حالا 2-3 بار هم مرور کنی. مرور نکنی 80% مطالب یادت میره. بعد از 7 روز از حرفهای من هیچ یادت نیست اگر مرور نکنی. 2 تا کلمه نهایتا یادته. خب این اسمش امید بود، کچل بود و نمیدونم چی میگفت، هاوس یه همچین کلمه ای گفت و آب و آشامیدنی ندارن مردم بخورن 4 میلیارد نفر و 3 میلیارد نفر و همین چیزا یادمه دیگه. مثلا نهایتا همین چیزا یادت میمونه اگه مرور نکنی. بعد از 7 روز 3 بار مرور کنی 80% مطالب یادت میمونه با دقت و با توجه کامل. حالا این 3 بار میتونه مثلا یه بار خود ویدیوها باشه، 2 بار خود ویدیوها باشه، یه بارم جزوه باشه. یعنی خود اگر جزوه رو با دقت و کامل بنویسی، خود جزوه هم میتونی مرور کنی. دفعه اول ببین جزوه بردار، دفعه دوم جزوه رو ببین، ویدیو رو ببین همزمان، دفعه سوم فقط جزوه. این کار رو هم میتونی انجام بدی. در واقع 4 بار ببینی یا بگذرونی دوره رو که بشه مثلا 3 بار مرور. بحث بعدی که میخوام بگم، پهنای باند شناختی ما کمه. فکر کن داری راه میری با تلفن صحبت میکنی. پهنای باند شناختی چی؟ این توضیحش از اون چیزاییه که توضیحش خیلی سخته. داری راه میری و با تلفن صحبت میکنی، خب یهو طرف پای تلفن یه چیزی میگه، میگی چی؟ وامیسی. داری راه میری، یهو طرف یه چیزی میگه وامیسی. چرا وامیسی؟ به خاطر پهنای باند شناختیه. ما نمیتونیم همزمان روی چند تا چیز تمرکز و توجه 100% بذاریم. واسه همین میگم همه چی رو بذار کنار، با دقت و تمرکز آموزش رو ببین. یا مثلا پشت فرمونی، آره رفیقت یا هر کی داره صحبت میکنه، یا یکی پشت فرمونه، موزیک زیاده، یهو یه نفر یه چیز خیلی مهم میگه، طرف موزیک رو کم میکنه. چی گفتی؟ یا مثلا توی جاده دارین میرین، موزیک زیاده، یه تصادف میبینین، موزیک رو کم میکنین. پهنای باند شناختی یعنی این.
امیدوارم مثالای خوبی زده باشم. پشت فرمون موزیک روشنه، حالا اشتباه نوشتم، ترمز میزنی موزیک رو کم میکنی. مثلا یه ترمزی میزنی جلو، مثلا یه سانحه‌ای اتفاق افتاده، موزیک رو سریع کم میکنی، به خاطر اینکه مغز یهو توجهش میره روی چیز. یا مثلا داری آموزش میبینی ظرف میشوری، یهو من یه چیز خیلی مهم بهت میگم، یهو توجهتو میاری چی گفتی؟ پهنای باند شناختی محدوده، پهنای باند شناختی مغز محدوده، تو نباید همزمان رو چند تا چیز تمرکز کنی. حالا توی رانندگی داری موزیک گوش میکنی، یه اتفاقی میفته، موزیک رو کم میکنی، رو اون اتفاق تمرکز میکنی، دوباره موزیک رو زیاد میکنی، ادامه میدی. ولی توی آموزش تو باید همیشه تو این حالت باشی، چی داره میگه، چی داره میگه، چی داره میگه، و جزوه برداری کنی. حتی یه بخشی اگه مغزت گفت حوصله سربره یا هر چی. و اینجور مثال ها داری ظرف میشوری، به حرفام گوش میکنی، یا با موبایل اگه داری کار میکنی موقع حرف زدن من که اصلا هیچی، یعنی من اینجا دارم وقت تلف میکنم. یعنی موبایل برهم زننده ترین وسیله دنیاست، برهم زننده ترین چیز دنیاست، برهم زننده ترین تمرکز، یعنی چیزی که تمرکزت رو، یعنی تجاوز میکنه به تمرکز ذهنت و پهنای باند شناختی و مغزت و همه چیت. نمیگم از موبایل استفاده نه، موبایل خیلی وسیله مفیدی میتونه باشه، مثل یک چاقو، یک شمشیر دو لبه است. اون لبه ای که مفیده رو باید همیشه ازش استفاده کنی، نه اون لبه ای که تیزه و به فنات میده. حالا تو بخش خواب میگم ما با موبایل خیلی کار داریم، قبل خواب، بعد بیداری، چه زمانهایی نباید بری سراغش، خیلی کار داریم. عشان این آموزش کاملا بروز بر اساس سبک زندگی الان ماست. و رابین شارما نویسنده کتاب باشگاه 5 صبحیا میگه شما میتونی با تمرکز باشی یا مشغول، میتونی آدم با تمرکزی باشی یا آدم مشغولی باشی، نمیتونی دوتاش با هم باشی. میتونی مشغول مثلا چند تا کار باشی، اینو انجام بدی اونو انجام بدی، یا مشغول یه کاری باشی، یا با آدم با تمرکزی باشی، نمیتونی دوتاش باشی. خب من روی اینم تمرکز میکنم، ظرفمو میشونم، با موبایلمو کار میکنم، پشت فرمونم هستم، پشت فرمون مثلا آموزش ببین. واسه مرور اوکی ها، مثلا شما دیدی 2-3 بار این آموزش رو دیدی، واسه مرور مثلا میذاری تو گوشت، مثلا سوار موتور هستی یا هر چی هستی، واسه مرور میذاری تو گوشت پخشه که یادت بیاد و اینا. ولی یه بار، حداقل یه بار باید بشینی با دقت نکته برداری کنی آموزش رو. انگار اومدی سر کلاس درس، بالاخره مدرسه که رفتی، اگه دانشگاه هم نرفتی، مدرسه که رفتی، آقا سر کلاس درس، اینجا سر کلاس درس با گوشی موبایل کار کنی معلم میندازتت بیرون. سر کلاس درس تو نمیتونی همزمان یه کار دیگه هم بکنی، نشستی داری آموزش میبینی. خب دوستان، چه زمانی انرژی بالا میره یا لاغر میشی یا کلا نتیجه میگیری؟ این بحث خیلی مهمیه. ببین، هر کس با توجه به وضعیت فعلیش نتیجه‌ای که میگیره متفاوته، یعنی زمانی که نتیجه میگیره. تو ممکنه مثلا 200 کیلو وزنت باشه، خب تو مدت‌ها طول میکشه وزنت بیاد پایین، انرژی افزایش پیدا کنه. کسی که اضافه وزن نداره احتمالاً سریعتر نتیجه میگیره تا کسی که اضافه وزن داره. باز من پا رو میآوردم بالا. کسی که اضافه وزن نداره احتمالاً سریعتر نتیجه میگیره. خب بازم اینجا بحث مقایسه است که خیلی سریع بخوای خودت مقایسه کنی، ای بابا این نتیجه گرفته من چرا نتیجه نگرفتم. تو بر اساس زمان، بر اساس فیزیولوژی بدنت، بر اساس حالا بلاهایی که با غذاهای نامناسب سر روده ها آوردی، سر معدت آوردی، سر گوارش آوردی، سر تک تک اعضای بدنت آوردی، یا اضافه وزنی که داری، طول میکشه ولی 100% نتیجه میگیری. باید این رو باور کنی. امیدوارم از خدا میخوام مثلا همه چیت اوکی باشه، فقط این دوره باشه مطمئن شه، یعنی خواب و خوراک و تحرک و طرز فکرت همه چیت اوکی باشه، که حالا امکانش تقریبا صفره. امیدوارم که همه چیت اوکی باشه، فقط این دوره باشه تو مطمئن تر شی، بگی آقا آها خدا رو شکر، پس من این کارهایی که دارم میکنم، این زندگی که دارم، همه چیش درسته. پس هر کسی با توجه به
بک‌گراندی که داره، با توجه به سبک زندگی فعلیش، با توجه به بلاهایی که والا با خواب نامناسب، تحرک ناکافی، تغذیه نامناسب یا طرز فکر نامناسب داره و داشته، زمان نتیجه گرفتنش متفاوته. یکی ممکنه همون هفته اول انرژیش بره بالا، ولی تا توی 30 روز اول این قول رو میتونم بهت بدم، اگر هر چی میگم اجرا کنی توی 30 روز اول یک افزایش انرژی رو تجربه میکنی. حالا اون پیک انرژی تو ممکنه بعد 3 ماه تجربه کنی، ممکنه بعد 2 ماه تجربه کنی. مثلا اگر دیابت داری، این دوره اصلا واسه دیابتی ها معجزه است. دیابت نوع 2، دیابت ژنتیکی و اینا نه. اگه دیابت داری ممکنه مثلا 2-3 ماهی طول بکشه که درمان شی و در واقع همه چیز درست شه. اگر همه چیزهایی که میگم رو اجرا کنی، ممکن نتیجه دانشجوها رو ببینی بگی آقا فلانی چقدر سریع نتیجه گرفت، فلانی فلان شد. خودتو مقایسه نکن، فقط سعی کن نسبت به هفته پیش، روز پیش، هفته پیش یک قدم جلوتر باشی و بهبود پیدا کرده باشی. ما بخش مقدمه رو اینجا به اتمام میرسونیم. حالا هر بخش از دوره یک جلسه پرسش و پاسخ هم داره که من توی بخش مقدمه بعید میدونم خیلی پرسش و پاسخی پیش بیاد، ولی توی بخش بازسازی سوالات پرتکرار دانشجوها رو سعی میکنم که در واقع پاسخ بدم و یک جلسه براش بسازیم. ممکنه وبیناری باشه، ممکنه ویدیوی ضبط شده باشه، یا هر مدلی که باشه ویدیوی ضبط شدهش در اختیارت قرار میگیره. فعلا بخش مقدمه رو توی این قسمت به اتمام میرسونیم. تمام هدف ما توی بخش مقدمه این بود که چطور یادگیرنده بهتری باشیم، چطور بتونیم بیشترین استفاده رو از این دوره ببریم. هر کسی به حرفام توی این بخش بیشتر از بقیه عمل کنه، بیشترین نتیجه رو میگیره، بهترین نتیجه رو میگیره و من دوست دارم اون شخص تو باشی. همتون هرچی توی این بخش گفتم و مرور کن، یه بار دیگه ببین و آماده شد تبرتو تیز کن. ما تبرمون رو تیز داریم میکنیم، بریم به جنگ دوره. قشنگ این 4 بخش در واقع در آینده در پیش داریم و بریم قشنگ بزنیم. من با تبر کند آموزش های زیادی تهیه کردم. اگه سریاشون نتیجه دلخواهمو نگرفتم چون تبرم کند بود. من به این دوره ایمان دارم، خودم اجرا کردم، دوستانم اجرا کردن، سطح انرژیشون رفته بالا، مودشون بهتر شده و دیگه نمیدونم چیزی که علم پشتشه. خودم اجرا کردم، دوستانم تازه اصلا این دوره رو ندیدن، فقط سبک زندگی منو دیدن، کپی کردن اصلا کار درستی نیست، ولی با کپی کردن سبک زندگی من و حالا شنیدن یه سری موارد و دیدن یه سری چیزا کلی اتفاق مثبتی داره توی زندگیشون میفته. و تویی که حالا داری دوره رو میبینی و تمام اطلاعات منو قراره تخلیه کنم بهت منتقل کنم، چون باور دارم وقتی اطلاعاتمو 100% تخلیه کنم اطلاعات بیشتری واردم میشه، باید ظرفم رو خالی کنم. و اگر باور کنی و چیزهایی که میگم رو عمل کنی و اجرا کنی، شک نکن تو هم نتیجه میگیری. و اولین و مهمترین چیز اینه که تو باور کنی که انرژیت قراره بیشتر شه، سلامتیت بیشتر شه، انگیزت بیشتر شه. حالا انگیزه بالا پایین میشه ولی از یه سطح حداقلی رو ببریم بالا و اگر یه روز مودت افت کرده بود بدونی دلیلش چیه. چیزایی که توی این دوره میگم و نتیجه تو میگی که قراره بگیری و خودم گرفتم و دوستانم گرفتن رو با پول نمیتونی بخری. اوکی دوستان، این از بخش اول. حالا شاید به این بخش یک قسمت جدید اضافه شه. به روز رسانی ها رایگان در اختیارت قرار میگیره، خیالت از این بابت راحت باشه. توی بخش های بعدی میبینمت، همین بخش رو هم سعی کن مرور کنی.